تاجیکان کتابی باباجان غفورов تاریخ قدیم عصر میانه و دوره نو. باب یکم جامعه‌های ابتدایی در آسیای میانه. پلی‌آلیت ساختی پیش از قبیلوی، پیدایش جماعت قبیلوی. آثار پلی‌آلیت پایین. زمان پیدایش نخستین آدمان را در سرزمین آسیای میانه به طور دقیق معین کردن خیلی دشوار است، زیرا آثاری از همه قدیمه حیاتی آنها باقی نمانده است. به گمان بعضی عالمان گویا آسیای میانه در داخل منطقه آدمشوی میمون واقع گردیده بوده است، هرچند این عقیده معمول و مقبول عموم محسوب نمیتواند. با وجود این کشف قدیمترین یادگاری های حیاتی آدمی را در این سرزمین نباید بیرون از امکان دانست. سال 1953 اکلادنیکوف در رود اونرچه نزدیک دریای نارین قرقیزستان از دیواره ریگی صوفه قدیمه پلیستوسین میانه قیراقسنگ کلان دستی انسان رسیده را که یک طرفی آن به تیغ درازی برجسته کمانی مانند است پیدا نمود. چون این آلت در علم باستان شناسی با نام جاپر آلت قیراقسنگ مشهور است. پس از چند سال بازیافت این آلت قدیمه در محلهای مختلفی آسیای میانه 12 مکان آن کشف گردید. این گونه آلت در بسیار ناحیه‌های عالم کهن به خوبی معلوم بوده قدیمترین مدنیت انسانی مدنیت قیراقسنگ را توصیف می نماید. تحلیل تیپولوژی نشان می دهد که آلت قیراقسنگ آسیای میانه با مدنیت به اصطلاح سوئانی دوره پلی‌آلیتی هندوستان خیلی شباهت دارد. از این چنین برمی آید که این دو کشور در دوره پلی‌آلیت پایین یک راه عمومی تاریخی را طی کردند. چنانکه از مدرک‌های گئولوژی معلوم می شود اهل مدنیت قیراقسنگ در دوره پریخ‌های نخست و یخبندی ریس یعنی در دوره پلیستوسین میانه بیش از 200,000 سال قبل از زندگی به سر بردند. آن وقتها چنین حیوانات از قبیل ذات‌های قدیمه فیل، اسب، ممانت و بازین‌های شاخ دراز، نمودهای گوناگون کرکدن وجود داشتند. از روی بعضی دلیل‌ها آدم در آن زمان خیلی کم بوده است. آلتی نوی دیگر دستکالاهای سنگی که برای پلی‌آلیت پایین اروپا بسیار خاراکترناک است فقط در قسمت غربی مملکت در ترکمنستان پیدا گردید. بعضی عالمان اظهار شبهه می کردند که آسیای میانه اینقدر بر وقت مسکن آدم شده بوده است، زیرا نشانه های زندگی انسان در این محل اولا که خیلی کم در بعضی جایها علاهیده یافت می شدند. اصلا در قبط‌های از همه بالایی زمین‌های ساحل دریاها به نظر می رسیدند و اینک سال 1973 در مغز زردخاک قرطاق یاوان و سپس در 7 جای جنوبی تاجیکستان در مغز خاک‌هایی که در چقوری 50-65 متر واقع می باشند آلات سنگی به دست آمد. حفریات دو باششگاه قرطاق 1 و لاهوتی 1 نشان داد که در اینجا نشانه های باششگاه نو آثار مدنیتی تا به حال نامعلومی هستند که آن مدنیت قرطاق نام گرفت. تاریخ این قبط ارخئولوژی 200-150,000 سال است که این را با مدرکات گئولوژی معین کرده بعد با اصول ترمویومینسنسیا انیق نمودند. مدنیت قرطاق از جهت توصیفات خود
به مدنیت قیراق سنگ منصوب است و از مدنیت ساونانی نیمجزیره هندوستان که در بالا نامبر شده بود یگان فرق غذایی ندارد. بعد این کشفیات جای شبهه نیست که در تاجیکستان و آسیای میانه سراول طایفه های مسکون شدند که به دوره های مدنیت قیراق سنگ تعلق داشتند.